از شما آریان جان سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه ما از شهر لندن. شما حتما هم سلام پیام بر بینندگان عزیز ما دارین. بفرمایید شما سلام پیام بگوین، با سوالات دیگر شما میکنیم. سلام اول بر شما، تشکر از اینکه در برنامه خود ما رو دعوت کردین. بعد از سلام بر تمام بینندگان عزیز که پروگرامتان رو میبینن، خدا کنه خوش و سرحال باشن. سلامت باشین، زنده باشین. خب شما آریانا جان آیا میگین که در کدام قسمت ها همراه قادری صاحب همکاری میکنین؟ یعنی آواز دوگانه میخوانین یا ای که کدام علاوه قسمت کنسرت شما آهنگ میکنین؟ دو قسمت در کنسرت هست خب. که یکی علاوه است، یکی حتما همراه ابجان قادری است که چند آهنگ را تهیه کردیم که آهنگای دوگانه میباشه. خب من آریانا جان بسیار میبخشید، من سابق با شما آشنایی نداشتم، برنامه شما و در پرده های تلویزیون متاسفانه که تا به حال هیچ از شما کدام تصویر ندیدیم. شما نو شروع کردین به این کار، تازه به این کار شروع کردین یا از سابق؟ ما از طرفای 4-5 سال میشه اصلا شروع کردیم، متاسفانه البوم من از جون شده. خب تا اولین آهنگی که در مارکت افغانا به حساب آمده بود از ما با جای جان شریف بود. یک آهنگ به نام بیا بیا داشتم امروزشان که ویدیوش در تلویزیون میشه نشر میشه و دو آهنگ دیگه که در البومشان است. شما یعنی در پرده تلویزیون سابقا آمدین؟ آمدیم تا شما ندیدین. خب متاسفانه که من ندیدم یا اینکه فرض میکنم درست متوجه نشدیم. خب به هر صورت حالا اگر یک آهنگ بشنویم از در شما آریانا جان یک کوتاه زمان میکنیم همراه ما؟ همین بیننده ها میخوان آواز شما رو هم بشنون، شاید شنیده باشن. من یگانه چیزی که از گناهی است که من نشنیدم، اما بازم شما یک زمزمه کوتاه اگر یک آهنگای خود کنین. از آهنگای خود آهنگ بیا 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 را زمزمه میکنم که امروز جان شریف خوانده بودم. بله. بیا بیا که بسر باز هم هوای تو دارم، بسر هوای تو دارم، بعد وفای تو دارم. بسیار خوب شما، شما بسیار آواز خوب، آواز از عبیب جان شما نام خدا، بسیار آواز خوب.